тамошобинони гиромӣ ба рақобати марҳилаи чаҳор як ниҳоӣ дар қаҳрамонии ҷаҳони соли 2025 ҷое ки эмомалӣ нуралӣ қаҳрамони ҷаҳони ҷон бо намояндаи кишвари қазоқистон гусман киргизбаев барои роҳ ёфтан ба марҳилаи нимниҳоӣ нерӯсанҷиро оғоз карданд ва ҳарду талош мекунанд ки барои касби нишони қаҳрамонии ҷаҳон як рақобати нишон бидиҳанд ва эмомалӣ нуралиро таваҷҷӯҳ мекунем ки мавқеият меҷӯяд ва талош мекунад ки дар муқобили киргизбаев ҳам муваффақ шавад ва ин марҳиларо бо ғалаба пушти сар намояд. ҳарду бисёр эҳтиёткорона мубориза мебаранд ва то ин марҳила бисёр ҳам рақобатҳои ҷолибу диданиро пушти сар карданд. барои мухлисон ҳам ҳунарнамоишҳои саи худро нишон доданд ва бубинед ки киргизбаев аз ҳамлаҳои эмомалӣ худро канор мегирад ва эмомалӣ бошад талоши анҷом додани усулҳоро мекунад. барои ҳарду доваршидо нишон медиҳад ва ин ишора бар он аст ки бояд худро фаъол нишон бидиҳанд. рақобат идома меёбад ва боз ҳам талошҳои эмомалиро таваҷҷӯҳ мекунем. киргизбаев чун аз ҳунари эмомалӣ нуралӣ ба хубӣ бохабар аст, худро аз ҳаракатҳои ӯ бисёр канор гирифта истодааст. барои киргизбаев инҷо шидои дуюмро нишон медиҳад довар. ба хотири яктарафа доштан ва ин хуб аст ки ҳамин гуна фаъолиро эмомалӣ нуралӣ нишон медиҳад. навбати дигар кӯшиш мекунанд. киргизбаев сари зону нишаста мехоҳад усул иҷро бикунад ва эмомалӣ барояш имкон намедиҳад. навбати дигар эмомалӣ нуралӣ кӯшиш карда истодааст. баъд аз он ки барои киргизбаев шидои дуюмро нишон доданд, бубинед ки ӯ низ фаъол мешавад. ҳаракати эмомалӣ дар ҳолати дар замин. фотиҳ маҳмадбеков ҳам барояш чӣ гуна рақобат карданро дар идома маслиҳат медиҳад ва боз ҳам наздик мешаванд. киргизбаев ҳам инҷо як ҳаракате анҷом дод ки бисёр мушкил буд. эмомалӣ тариқи тамоин наги инҷо мехоҳад усул иҷро бикунад. ҳаракаташ хуб буд ва ҳамин гуна бояд
ادامه یابد. سرمربی تیم جودوی تاجیکستان محمد مراد عبدالرحمانов داوری درجه بین المللی رمزی شمیرов هم از نشست جایها نشسته برای مملی مصلحت میدهند ادامه دهد رقابت را. هنرنمایی امامعلی تو این لحظه ها بس و همه باید ادامه یابد. ثانیه های پایانی وقتی اساسی حرکت نوبتی امامعلی نورعلی. وقتی اساسی به انجام میرسد و حالت آخرینه که از جانب امامعلی انجام داده شد بار دیگر نشان داده می شود و نیروسنجی دقیقه های طلایی و اینجا برای امتیاز طلایی است مبارزه. کیرگیزباєв تلاش میکند و امامعلی هم در اینجا میخواست عکس الحمله را به کار بگیرد. موقعیت برای اجرا کردن اصول کیرگیزباєv تلاش کرد و در حالت در زمین آنقدر تلاش نکرد امامعلی و از نو باز مبارزه را ادامه میدهند. حرکت امامعلی نورعلی هم تلاش اجرا کردن اصول را داشت و کیرگیزباєv هم در مقابل امامعلی خوب خود را دفاع میکند. کوشش های نوبتی و موقعیت برای امامعلی نورعلی و ببینید که کیرگیزباєv خود را از حمله های امامعلی کنار گیرد. باز هم رقابت ادامه می‌یابد. پایزنی ها از هر دو جانب. دقیقه دومی وقت طلایی هم پشت سر می شود و اینجا شیدای سیوم برای گوسمن کیرگیزباєv خانسوکی ماکی است و امامعلی نورعلی راهش را به مرحله نیم نهایی هموار می سازد. مبارک باشد و این پیروزی امامعلی نورعلی است. یک رقابت بسیار هم مشکل بود برای هر دو، چون هر دو یک مبارزه شدید را در مقابل یکدیگر نشان دادند و همای زیبایی نورعلی امامعلی بود که طریق سلسله شیده‌ها پیروزی نصیب گشت و به مرحله نیم نهایی راه یافت. اما اکنون عابد جیبوف
جودوکاری دیگری کشور ما با قهرمانی بازی‌های المپی هیفومی آبه روی گلیم آمدند و تلاش‌ها برای راه یافتن به مرحله نیم نهایی میان این جفت آغاز شد. اوبی تلاش میکند و در مقابل آبه میخواهد که هنرنمایی زیبا نشان بدهد. هنرنمایی جودوکاری ژاپنی را همگان خوب میدانند که بسیار یک جودوکاری با قول هنرمند است، هنر شایسته دارد و نوبسته از این ما امید بر آن داریم که جودوکاری ما میتواند در مقابل این چهره هنرنمایی عالی نشان بدهد. کمفاولی اوبی جیبوف را داور به نوبت گرفت، برایش شیدو نشان داده شد و ادامه سبقت. هر دو کوشش میکنند، از هر دو جانب فشارآوری زیاد دیده می شود. برای اوبی جیبوف شیدوی دوم نشان داده شد و باز پس گرفتن شیدو را. همون یک شیدو باقی میماند و رقابت ادامه مییابد. تلاش‌های نوبتی جیبوف ببیند که چی کار میکند. برای اوبی جیبوف امتیازی وزری نشان داده می شود. چگونه یک حرکتی عالی در مقابل هیفومی آبه حتی با ایپون هم نزدیکی داشت. این حالت را داوران سنجیده می برایند و این قهرمانی است اگر ایپون بهاگذاری شود. انتظار می شویم حرکتی عالی، حرکتی بسیار زیبایی اوبی جیبوف. وزری باز پس گرفته می شود و ایپون بهاگذاری می شود برای حرکتی اوبی جیبوف. مبارک باشد. این است قهرمانی، این است تاریخ سازی. ببینید که در قهرمانی جهانی جدا دو جداکاری ما به مرحله نیم نهایی راه می‌یابند و الکی به باوری گفته می شود که این شام تاجیکستان الکی صاحبی مدال است. مبارک باشد. احسن و آفرین به هنر و استعداد اوبی جیبوف. کسی چنین باختی هیفومی آبه را در تاریخ جودو یاد نداشت و یاد ندارد. احسن به هنر اوبی جیبوف. واقعا عالی بود. واقعا یک عکس‌الحمله بسیار عالی از جانب اوبی جیبوف بود که هیفومی آبه 2 کرات قهرمانی بازی‌های المپیک، 4 کرات قهرمانی جودوی جهان را شکست داد و در برابر امامعلی نورعلی در مرحله نیم نهایی با هم مبارزه میبرند. واقعا این یک شادی است، یک پیروزی تاریخی است که برای مردم تاجیک این نتیجه را ما شادباش میگوییم، مبارکباد میگوییم و در ادامه با این دو چهره سرشناس جودوی میهن بردباری تمنا داریم و نزدیک است که حتی از قهرمانی جودوی جهان ما صاحب نشان طلا هم میشویم. مرحله 4 یک نهایی میان بانوان وزنی تا 52 کیلوگرم ادامه مییابد. و اینجا دیستریا کرافسینچی در مقابل
رکاپوپ رقابت کرده است بانو کسوواگی با امتیازی وزری پیش صف است. واقعا تاریخ سازی کرد اوبیجیبوف. واقعا یک هنری عالی نشان داد، یک حرکت عالی، یک هنرنمایی شایسته را در مقابل هیفومی ابه که کسی شاید یاد ندارد که هیفومی ابه با چنین شکل مواجه شکست گشته باشد. برای این مرد میدان احسن و آفرین ها میخونیم و در رقابت های بعدی هم برای امامعلی نورعلی هم برای اوبیجیبوف ما بردباری تمنا داریم. رقابت ها باز هم جالبتر می شود. دیستریا پیشصفی را در اختیار دارد و باز هم تلاش کرده ایستاده است که قبل از انجام وقت غالب شود و به مرحله نیم نهایی راه یابد. دو دقیقه دیگر تو انجام وقت برای دیستریا و رکاپوپ باقی مانده است و هر دو تلاش میکنند که غالب شوند به مرحله نیم نهایی راه یابند. هر دو شیدو دارند و دیستریا با یک امتیازی وزری همانو پیشصفی را در اختیار دارد. رکاپوپ تلاش میکند، حرکت ها را زیاد کرده ایستاده است، فشارآوری را هم زیاد میکند، ولی دیستریا برایش تا حال امکانیت را در میان نمیگذارد که او صاحب امتیاز شود. برای دیستریا کراسنیچی هم شیدای دوم نشان داده شد و باز هم حالت کار در زمین را طریق تسلیم کردن رقیب میخواست که انجام بدهد و داور اشاره کرد که از نو رقابت های ادامه یابد. کمتر از یک دقیقه دیگر تو انجام وقت باقی مانده است و ببینید که رکاپوپ چگونه حرکت ها را زیاد میکند و میخواهد که قبل از انجام وقت، قبل از اون که مغلوب میشود، یک امتیاز را صاحب گردد. 20 ثانیه دیگر رکاپوپ امکان دارد. و اینجا حرکت دیستریا، عکس الحمله که با کار گرفت، امتیاز یوکو بها گذاری شد و یک ثانیه دیگر است که در این یک ثانیه دیگر کار از دست رکاپوپ بر نمی آید.
همینطور دیستریا کراسنی که به مرحله نیم نهایی می رود و رکاپوپ باشد در مرحله تسلط بخش رقابت را ادامه می دهد. توجه میکنیم به نوارهای تکراری که چگونه یک رقابت مشکل بود برای هر دو. در لحظه های اول دیستریا در اینجا امتیاز وزری را کسب کرد و این امتیازی به دست آوردهش را تا با آخر نگاه داشت و یک امتیاز یوکو را هم در اینجا مال خود نمود و غالب شد. جفتی نوبتی روی گلیم آمدند. نماینده کشور اسپانیا آریانا توروسولر با کیسومی اوموری. تلاش‌های این بانوان هم برای راه یافتن به مرحله نیم نهایی است. حرکت توروسولر یوکو به گذاری می شود و پیش‌صفی را بانوی اسپانی در دقیقه اول به دست می گیرد. تلاش‌های کیسومی اوموری هم در اینجا زیاد می شود چون اکنون امتیاز یوکو را از دست داد. می خواهد که پیش‌صفی را در اختیار بگیرد و اینجا حرکت توروسولر آریانا یوکوی دوم برای او نشان داده می شود. باز هم سبقت ادامه می یابد و آریانا باز کوشش می کند. پای هم تلاش از جانب او دیده می شود. باز هم تلاش می کند بانوی اسپانی. کیسومی تلاش انجام دادن اصول ها را کرده ایستاده است و آریانا باشد برایش امکان نمی دهد. برای آریانا توروسولر شیدای اول هم نشان داده شد. برای او شیدای دوم را هم استان بالش نشان می دهد و در ادامه باید او خود را فعال نشان بدهد چون حالا یک دقیقه دیگر وقت است. اگر خود را همگونه کم فعال نشان بدهد یا اینکه عقب نشینی بکند شاید شیدای سیوم را هم برایش نشان بدهد.
آریانا باز تلاشی انجام دادن اصول را کرد و کیسومی اوموری هم میخواست عکس الحمله را به کار گیرد و موفق نگردید و باز تلاش میکنند. تلاشی کیسومی اوموری و حالتی کار در زمین آریانا حرکت کرده ایستاده است و 5 ثانیه دیگر تا انجام وقت. همینطور وقت به انجام میرسد و آریانا توروسولر در مقابل کیسومی اوموری ژاپنی غالبیت به دست میآورد و راهش را به مرحله نیم نهایی هموار میسازد. توجه میکنیم به نوارهای تکراری که آریانا در مقابل بانوی ژاپنی چگونه هنرنمایی کرد. یک بار دیگر سلام علیکم برادران، دوستای گرامی. بخشش زیاد که ما نوارا را برای شما نشان داده نمیتونیم، از سببی که یوتیوب جلب میزنه. به همین خاطر طریق آواز هم باشه خواهش کردن اینجا بعضی برادران که ما افیر کنیم هرچند نوارا دیده نمیشوه طریق صدا بشنوند که کدام پهلوانی ما در کدام مرحله قرار دارند. و اینجا بعضی نفرها گپ‌های ناجور قرات میکنین، داشنا میکنین، فکر میکنم که اوقدر کاری خوب نیست. اگر گپی خوب کاری خوب کردن نمیتونین بیاین یک کسی دیگر را به قول نرنجونیم. برای همتون تشکر بسیار که ما را پیگیری کرده ایستادین و خوشبختانه دو جودوکار ما امروز بهر به دست آوردن مدال امکانیت دارند، در مرحله نیم نهایی الکی قرار دارند. دعاگو باشین پهلوانای تاجیکستان را دستگیری کنین. انیخترش ما باید هر یک خود را در اینجا دستگیری نماییم. طریق تلویزیون ورزش میتوانین مستقیما رقابت ها را پیگیر باشین، تماشا کنین، زنده و سربلند باشین. بار دیگه بخشش میگم که نمیتونیم ای سببی که یوتیوب این چیز اجازت نمیده ما رقابت ها را شما دا نشان بدیم. به همین خاطر یک بار دیگر بخشش شما ما را درست بفهمین. سلام باشین. ما در تاجیکستان قرار داریم، از تلویزیون ورزش مستقیما رقابت ها را شرح دادیم. خدا خواهد امید است که هم امام علی هم اوبیجیبوف یک رقابتی بسیار خوب نشان میتن، سزاوار مدال قهرمانی جهان میشوند. امام علی تخمینا 10-15 دقیقه با 10 دقیقه 15 دقیقه پس با اوبیجیبوف گشتین میگیره در مرحله نیم نهایی.